به نام خداوند مهربان، بینندگان و هموطنان گرامی به برنامه بازشگب خوش آمدید. حالا با همراه برادر بابا جان قیومزاده هستیم که انشاءالله مرور به حوادث و اخباری امروز خواهیم کرد. رئیس جمهور امام علی الرحمن به عربستان سعودی سفر کردند و در اونجا با مقامات ارشد این کشور از جمله پادشاه این کشور ملاقات کردند و واقعا دیدارهای خیلی پرثمری بود. یعنی اونجا صحبت‌های خیلی خوب شد که به فایده روابط دو جانبه دو کشور خواهد بود و این به نظر من یک کاری مهم، یک سفری مهمی بود و امید داریم که بعدی برگشتن و بعد اگر حج عمره هم کرده باشند، یعنی فرق میکند تعامل رفتاری حکومت با مثلا خصوصا جامعه دیندار. مثلا اونایی که پیش میگفتن که حجاب مال عرب است و این کار عربی است، یک نوع ضد عربی صدا میداد در جامعه توجیه از طرف مقامات. ولی انشاءالله امید داریم که این مشکل ها و خصوص اون برادرانی که در این کشورهای خلیج به خصوص سعودی میخوندن و با مورد فشار و بعضی مشکلات ها دچار شده بودند، امیدواریم که چنین بعد این سفری خوب انشاءالله که این مشکل ها حل خود را خواهند یافت. درست است. از طرف دیگر ببینید پرزیدنت اعلام کرده است که سعودی شریک مهمی تاجیکستان در خاورمیانه است. بله. خب ولی اینجا چند تا تناقض وجود دارد. بله. اگر ما واقعا از جنبه های مثبت این سفر هم بگوییم خوب است، یک چیزی مهم است، بله درست است، ولی چند تا تناقض وجود دارد. شما ببینید همین سعودیه که امروز ما در او را داریم شریکی مهم استراتژی میخوانیم یا اینکه مثلا شریک حداقل اون را شریک مهم میدونیم. بله. در یک چیزهایی داریم از اون چیزهای اون حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم یا که مثلا با اون نزدیکی میکنیم، ولی در یک چیزهای دیگر اصلا داریم چیکار میکنیم؟ همون کاملا مخالف همین یعنی گفته‌ها عمل میکنیم. رفتاری دوگانه. بله. مثلا همین حکومت ما جناب رحمان به خصوص در این چند سال اخیر دنیویت را اساس قرار داده است و تمامی مبارزه شدید خودش را ضد اسلام، اگرچه ما الان میگوییم که این مبارزه ضد اسلام است، اونها رد میکنن، ولی واقعا هم بیایم ببینیم که ما اثبات میکنیم که این مبارزه ضد اسلام است. چرا؟ چون که ارزش های اسلامی اصول ثابت دارد اسلام که با اونها هر کی مبارزه کرد دیگر با اسلام مبارزه میبرد، نه با یک مثلا گروه یا یک چیزی خاص. اگر اونها میگفتن مثلا برای مثال با جماعه تبلیغ مبارزه میبرن برای فلان فلان فلان، خب این بحث دیگر بود. اگر میگفتن با نهضت اسلامی مبارزه میبرن به خاطر این فلان فلان، این دیگر بود. وقتی که اونها با مهمترین ارزش اسلامی همچون رفتن جوان به مسجد که امر اسلامی است، یک ارزش واقعی اسلامی است، مبارزه میبرن، وقتی که با یک ارزش همچون حجاب که واقعا ارزش اسلامی است، دیگر میخواهید نمیخواهید اسلام اگر میپذیرید همین است، اسلام اینو گفته است، حداقل قبول نداری با اون باید مبارزه نبری. یعنی آزاد باشند، در اختیار لباس این دین این رو دارد. شما اگر این دین رو قبول دارید، این دین باید همه چیزش قبول کنید. اگر ندارید، اگر حداقل اون که دموکراسی میگوید در کشورهای دموکراتی هر کس آزاد است چه لباس میپوشد، ولی متاسفانه در ما میگن دموکراتی است، همه فشار بالای حجاب و بالای سطر و اینها میشد، ولی اونهایی که آزاد دیگه اروپایی میپوشن هیچ چیزی گپی در بالای اونها نیست. همین است قضیه، همین است. وقتی که ما اینجا سخن درباره این شریک استراتژی اینا میگیم، ببینید شما چه خیلی است. اینها اومدن تنها در چه چیزهای اومدن میخواهند با عربستان سعودی شریک باشن؟ در پول سعودی. پول چیزی خوبی است. بله، در نمیدونم شاهیگری سعودی، شاید این زمینه پیشوای ملت شاید زمینه باشد برای تغییر دادن نظام به همچون نظام سعودی، شاید مثلا
شاید هم نباشد، ولی به هر حال یک نوع شباهت دارد. بله ولی واقعا هم آیا ارزش هایی که اسلام و آورده است، حداقل از نگاه دیگر شما ببینید همون ارزش هایی که سعودی و اون احترام میگذارد و ارزش های مشترک هستند، اونها را احترام میگذارد. بله نام ها که نام های اسلامی عربی گفته اینها را میخواهند که تغییر بدهند. این وقتی که شما اونها میروند ملاقات میکنن از شریک مهمی خود صحبت میکنن و علاقه ها روابط میگن و واقعا هم رئیس جمهور گفته که یعنی این دو کشور یعنی بسیار یعنی راههای همکاری و امکانات همکاری زیاد دارن که به طور خوب استفاده نشده است. واقعا هم همین خیلی است و تاجیکستان با این وضعیتی که داریم با همه کشورها روابط خوب داشته باشیم، نه فقط اینکه وقتی میرویم به اون کشور روابط خوب داشته باشیم، بر اونی که در داخل هم پیش از این سفر بعد از سفر هم در اون چیزهایی که اونها باور دارن اونها هم احترام باید گذاشت. درست است. و البته نه جنبه دیگر هم هست که ما در این سفری که رئیس جمهور به سعودی انجام دادن یک مسئله دیگری هم در این با این ربط میگرفت که قضیه سفر استاد کبیری به تهران بود. اینها واقعا سیاست دوگانه رو میتونیم در اینجا ما آشکار کنیم برای مردم. بدونید چطور؟ ببینید شما ما با اینکه رئیس جمهور به سعودی سفر میکند ما اون رو سلفی و وهابی نمیگوییم. ولی وقتی که محیدین کبیری در ترکیه بود با اون میگفتن پنترکیست و نمیدونم چی و چی. وقتی که امروز به ایران سفر کرده است ببین چی سر و صدای راه انداختن اینها که اینها فلان است شیعه شده نمیدونم چی. اگر معیار سفر کردن یا معیار شیعگی یک رفتن به اونجا باشد، پس معیار وهابیت هم باید رفتن رحمان با سعودی باشه. حتی خود هیئتی بلندپایه‌ای که از تاجیکستان رفته بود در اون کنفرانس شرکت کرد، یکی از اون آدم‌هایی که از مواقف حکومت در شبکه‌های اجتماعی دفاع میکند حمایت میکند گفته بود نوشته است که محیدین کبیری رفته شیعه شده است در اونجا دیگر. ولی متاسفانه اونها رو گفتیم که برادر عزیز وقتی این خیلی میگوی چرا از اون هیئتی بلندپایه با شمول مفتی و رئیس کمیته دین و مسئول مرکز اسلام شناسی در نظر پرزیدنت اونها رفته بودن، چرا درباره اونها صحبت نمیکنی؟ ولی واقعا ما تاجیک ها باید این دورویگی رو این دوخورگی در تعامل مناپرتاییم و واقعا هر چیزی که هست مثل که امروز گفتیم که این سفر به عربستان سعودی سفر خیلی خوب بود و ما باید تاجیک ها با همه کشورها روابط خوب داشته باشیم. همین صحبت من هم سر همین است. ما باید نشان بدهیم که این فرهنگ سیاسی رو داشته باشند که وقتی شما به یک جا سفر میکنید هیچ وقت تحت تاثیر مذهب، دین یا آیین اونجا قرار نمیگیرید. نباید ما به این حد فرهنگ سیاسی ما پست رود که دیگر هر یک نفری که مثلا رقیب ما هست به خاطر کمتر سفرش به فلان جا هر تهمتی که میخواهیم با او ببندیم با او بزنیم. ما این فرهنگ سیاسی رو داریم ولی آرزو میکنیم که دیگران هم طرف دیگر هم همین فرهنگ سیاسی رو داشته باشد، تحمل این رو داشته باشد که رقیبش رو در خانه در یک جا ببیند. امروز اگر برای مثال میگم امروز اگر ایران استاد کبیری رو قبول کرد، قبل از اون استاد کبیری در ترکیه بود و بعدتر از اون در اروپا بود، در آلمان بود، بعدتر از اون در استریا بود. این چرا هیچ کسی اون رو تروریست ندانست؟ با او واخوردن در سطح بلند در وزارت خارجه و نمیدونم تا سطح‌های بلندترین مثلا کشورهای دیگر با او واخوری کردن، با او صحبت کردن، او را همچون یک انسان معتدل، یک سیاستمدار قوی میشناسن، قبول دارن. ولی سر و صدا راه انداختن که اون فلان است و اون نمیدونم غربی هست و نمیدونم شیعه هست، این همه را راه انداختن. ولی چی فایده؟ بالاخره مردم میفهمند کو. حالا شما هم بیایید یک بار منصفانه به این سفرها درست نگاه کنید. همون گونه که ما میتوانیم تحمل کنیم که سفر جناب رحمان به سعودی مهم است برای کشور ما و ارتباط با سعودی یکی از اصلهای مهم است
و باید کشور ما با همه کشورها ارتباط دوستانه و صمیمی و سالم داشته باشه، همچنان که با چین و روسیه و اینها دارن و از جمله با سعودی و از جمله با ایران هم باید رابطه‌های خوب و نزدیک داشته باشند. این مشکل نیست. ولی دیگر این معیارها رو بگذاریم کنار، بیایم از اون برچسب زدن بر دیگر بر رقیب یا بر شخص دیگر که این فلان است اون فلان بگذاریم، بیایم بالاتر برویم. خواهش میکنم از مسئولین محترم، از رقیبایی که امروز با یک دید بسیار تنگ نگاه میکنن به دنیای اطراف خودشون و به قضیه‌های بیرونی و از جمله به قضیه‌های داخلی خودمونم، بیاین از این دایره محدودشون بیرون، بیاین بالاتر ببینن، بالاتر اندیشه کنن و از این فضا سازی ها دست بردارن و در راستای پیشرفت ارتباطات کشور و همچنین در رشد همکاری های کشورها سهم بگذارند. بله ان شاء الله امید داریم که بعد این سفر اون فضای عرب زدایی که در کشور وجود دارد، چه نام باشد، چه ریش باشد، چه حجاب باشد، چه مسجد، هر چیزی که هست اون کاهش یابد. گپی اشون نوردین جان به یادم آمد که وقتی که ضیا عبدالله درباره نام‌های عربی میگفت که باید ما تاجیکی رو از عربی پاک کنیم، خیلی سر و صدا کرده بودن در این وقت‌ها. اشون نوردین جان خیلی جالب گفته بود که اگر ما بیایید پس در این تازه کردن زبان تاجیکی از عربی از اسم جناب ضیا عبدالله شروع میکنیم. هم ضیا عربی است، هم عبدالله، هر دوش حذف میکنیم از تاجیکی. یکی از خبرهای دیگر که سرخطی خبرهای امروز 4 ینور شد این بود که پدری محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نام بابای طلا میخواست که به استانبول صبح امروز 4 ینور ساعت 6 به استانبول پرواز کند، ولی مقامات او رو نگذاشتن که به استانبول بیاید. واقعا و بستگان این خانواده در شبکه‌های اجتماعی و با رسانه‌های مستقل گفتن که تا حال نمیدونم که اونها رو به کجا بردن. همراه یکی از نبیرگانش بوده است به نام محمود جان طلا. این 2 نفر، این موی سفید 95 ساله و اون نبیره اش که قصد سفر داشتن، فعلا نامعلوم هستن که در کجا هستن. یعنی باز میریم سری پدری 95 ساله که نه در 95 ساله معلوم است که یک انسان چه حالت‌هایی دارد از نگاه سلامتی که برای قصد زیارت نبیرگانش در استانبول کرده، ولی متاسفانه امروز معلوم نیست که در کجا است، یعنی بازداشت شده است. بله ولی متاسفانه این یک قضیه بسیار چه میگم یک قضیه بسیار عجیب است. اگر مسئولین ما کمی تحلیل می داشتن، کمی عقل می داشتن، عقل سالم اگر در حکومت ما وجود می داشت، در مسئولین ما، و یک دیدگاه روشن نسبت به جهان خودشون، نسبت به اطرافشون، نسبت به وضعیت عمومی می داشتن، باور دارم که چنین کاری نمیکردن. میدونید چرا؟ ببینید امروز خبرها زود در جهان پخش میشوند، در تمام جا، چی در داخل کشور چی در خارج کشور. خب حالا شما تصور کنید که این خبری بازداشت مستفید 95 ساله خب دوباره یک ضربه دیگر خواهد بود به خود حکومت. نمیدونم از آمدنی بابای طلا به استانبول به نزد فرزندانش نبیرگانش چی خطر حکومت رو تهدید میکرد؟ این هم تروریست بود؟ این مستفید 95 ساله مثلا تروریستی هست که اون برای ضربهش و خطرش برای جامعه ما تهدید میکنه؟ شاید اینها مقامات به این خاطر میکنن که ضربه به خود محی‌الدین کبیری رهبر حزب بشود. درست است، ما اینو درک میکنیم، ولی در چنین حالت اگر مقامات ما کم شعور می‌داشتن، کم دیدی درست می‌داشتن، این کارو نمی‌کردن. همشون صاحب پدر هم هستن، خود پدر دارن، مادر دارن، شاید در دیدام کلان شده باشن، دیگه نمیدونم. این هم هست. این واقعا این خبر که پیشتر هم چند پیش اونها بازداشت شده بودن و بعد اون ثبت ویدیویی از اونها هم گرفته بودن، واقعا در رسانه‌های خارج حتی سر و صدایی برآمد که حکومتداران تاجیک به این حد در رقابت به این حد میروند که یک موی سفیدی 95 ساله یا
عمه 70 ساله رو میبرن زیر فشار تعقیب میتین تا اینکه فرزندش از این کارها دست بزنه و دست بکشه، در حالی که برعکس وقتی که یک جوان میبیند، یک مبارز میبیند که پدر اون مقامات به این حد آماده هستند به چنین کارهای و رقابت‌های ناسالم دست میزنند، برعکس اراده اون بیشتر میشود و در مقابله باز بیشتر و قوی‌تر میشود. یک خبر دیگری که بود این بود که یک روزنامه‌نگار روس به نام پیوتر شلموسکی این خواست است که از خانواده، از وضعیت زندگی زرینه یونوسووا، مادری عمرعلی نظروف، اون کودک 5 ماهه که در پیتر فوتید، در بازداشتگاه فوتید، آمد است تا اینکه اون وضعیت زندگی همین مادر او را ببینند. واقعا وقتی که به دهه اونها می رود میگوید که واقعا وضعیتی خیلی فقیرانه دارد، نه اینکه خودی مادری تنها بلکه عمومی دهه دارند. میگه که همه میروند به خاطر، یعنی کودک ها همه اونجا از پدرها محروم هستند، اکثرا به خاطر پدرها میروند به روسیه و میگوید که یگانه کسی که به چنین مردی کاری نرفته است نامش میگوید که سعید هست که گوسفندان پسر خردی امام رحمان سامانی مکتب خان را بانی میکرده است. یعنی این سعید چوپان نرفته است به خاطر اون که گوسفندانی یا رمه پسر خردی امام رحمان سامان را بانی میکرده است. و واقعا اون وقتی که میبیند که وضعیت چی حال است در تاجیکستان، میگه که همه اون دهه، اهل اون دهه از مشکلات زندگی رنج میبرند و بسیار فقیر و بسیار چی هستن و اینها میبرند در روسیه این چیزها را میگویند که وضع تاجیک ها در خودی و وطن خودشون چی حال دارند و در چی وضعیت قرار دارند. متاسفانه ما توجه میتیم به نام های کلان، عنوان های کلان، ولی یک بار فکر نمیکنیم که این ملت در چی حالت و در چی وضعیت زندگی میکند، به سر میبرد. درست است. بله. دیگر خبری که بود این بود که پرونده مسجد عبدالله حبیبوف قطع شد. عبدالله حبیبوف که او را به اتهام غصب کردن زمین که برای مسجد یکی از مساجد اون رو متهم کرده بودن، ولی الحمدلله که این یک خوشخبری است که الحمدلله این پرونده را قطع کردن و اون واقعا ببینید عبدالله حبیبوف یک شخصیتی بود که از همگان درباره او به نیکی یاد میکردن. سخنی نیک میشنیدیم از همگان. خب هیچ کس او را به بدی یاد نمیکرد. یک انسانی خیرتمند، یک انسانی با تقوا، انسانی که واقعا شاید برای ساختن مسجد تلاش کرده باشد، شاید برای یک نفع رسانده باشد، یک کمک کرده باشد در این ساختن این مسجد، ولی رقابت ناسالم در جامعه ما به چنین حدی آورده است که مثلا یک نفر به خاطر کمک به مسجد باید که نسبتش پرونده باز کنند. جنرال عبدالله حبیبوف واقعا انسانی شریف، انسانی خیلی نیک است که متاسفانه انسان‌های شریف امروز در جامعه ما با چنین تهمت‌ها گرفتار میشوند. از چی باشد حیرانم واقعا. یعنی اینقدر زمین ها غصب میشن، اینقدر زمین ها غیر قانونی فروخته میشد و خانه ساخته میشود، همه این چیزها هیچ مشکل ندارد، ولی وقتی که یک شهروند که اونم کارمندی بلندپایه هست، اون به خاطر یک قطعه زمین که جدا میکند یا اون رو میخرد برای مسجد میدهد، موردی بازجویی قرار میگیرد و متاسفانه که تهمت قرار میگیرد. واقعا این تو این چیزها عجیب است واقعا. برای امیدواریم که عبدالله حبیبوف خیلی زودتر یعنی خب از این تهمت ها خلاص شود و نجات یابد و یک زندگی آرامی رو داشته باشد در کشور. و ان شاء الله بعد این سفر از سعودی، سفر رئیس جمهور از سعودی، شاید دیدگاه و رفتار نسبت به مسجد بریش احتمال دارد که یعنی وقتی که اونها شریک مهمی تاجیکستان در خاورمیانه هستند، حداقل در این مسائل باید یک نوع حداقل این انعطاف پذیر باشند، مرونت رو و سبکی رو
اجرا بکنن. یکی از چیزهای خبر دیگری که بود این اعلان 13 عیب علیه معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محمد علی حید، یعنی اکای سید عمر حسینی 14 عیب و آقای استاد محمد علی حید 13 عیب. در اینجا تقریبا همش میاد به همون مسئله تشکل سازمان جنایتی و کشتار و دیگر. ولی من تعجب در این است که ماده 104 قسم 2 کشتن 2 شخص یا بیشتر از اون و این محمد علی حید کسی رو کشته است. اون را آوردن از خانه خود گرفتن و میگویند که در کشتاری 2 شخص، یعنی ماده 104 قسم 2 میگوید که کشتن 2 شخص یا بیشتر از آن. خب شما ببینید کدام یک از این تهمت ها به محمد علی حید میچسبد؟ اصلا هیچ کدام از این تهمت ها یا به محمد علی حید یا به سید عمر حسینی یا به ظرفا رحمانی اصلا کدام این تهمت ها میچسبد؟ شما یک بار فکر کنید، بیایید ببینید. یا مثلا به آقای سیف الله زاده چند ساله پیرمرد، شما تصور کنید داملا زبیدالله یا خواهر ظرفا رحمانی. بله واقعا یک چیز است، تمام اینها به خاطر شکستن روحیه رقیبان است، روحیه مبارزه آزادی خواهی است. ولی فکر میکنید شما خودتون فکر میکنید با این روحیه مبارزان میشکند، روحیه آزادی خواهی میشکند؟ برعکس. برای مثال یک بار تصور، من برای خودم تصور میکنم اگر محمد علی حید امروز زندان میرود، اگر سید عمر حسینی زندان میرود، خانواده های اونها شاید امروز از فشار حکومت ساکت شوند، شاید خاموش شوند. یک مدتی است. مطمئن باشید تا ابد نمیتونید دهان مردم رو بسته. بله. نمیشود. وقتی که یک چیز در دلهای مردم، یک کینه زیاد شد، عقده زیاد شد، حتما با راههای بروز میکنند. بله. شاید یکی بعضیاش از راه قانونی باشد و احتمال از راه غیر قانونی هم بروز کردن این چیزا زیاد است و این کارها بجز زیاد کردن افراطگرایی از طرف دیگر. شما ببینید امروز چند روز پیش با هم بودیم فکر میکنم، وقتی که در صحبت میکردیم با یک گروه بچه‌ها که شما بیایید از با راه قانونی مبارزه برید، با ما چی میگفتن در شبکه چیز؟ بله. میگفتن شما که اینقدر صبر میگفتید، اینقدر قانون میگفتید، اینقدر دموکراسی میگفتید، چیکارتون کردن که ما بیاییم؟ بله. واقعا هم آیا این یک دلیلش است در دست اونها که امروز دیگر ما را تقریبا یک آدمای بگیم نافهم، یک آدمای اصلا نمیفهمیدگی قبول دارند و فکر میکنند که دیگر تنها راهی همونا است، راهی درست که باید که از راهی مسلحانه بروند. خلاصه میتونیم در این مسئله بگیم که حکومتداران ما متاسفانه میخواهند که ملت مثل یک رمه گوسفند باشد، سکوت کنه، گپ نزنه، اعتراضش نگوید، دردش را نگوید. یعنی معناش همین است. وقتی که شما بهترین فرزانگان ملت رو میبرید به خاطر فقط اعتراضشون، به خاطر موقع سیاسیشون، به خاطر فکرشون شما اونها رو میکنید، معناش این است که شما میخواهید این ملت تاجیک ملت رمه باشد، باید گپ نزند، صحبت نکند، هر چیزی گفتید خوب بگوید. چه خیلی که امروز یک گروه از چاپلوسان میکنند، ولی باور کنید این گروه چاپلوسان بر ضرر خودی مقامداران و الیت حکمران است. درست است. درست است. از ملت ما همین چیزا میخواهند که همه خب کنند، خاموش ایستند و کسی صحبت نکند و همه هر کاری خواهند بکنند و کسی صحبت نکند. اگر صحبت کردی معناش همین است که اگر صحبت کردی نتیجه شما، سرنوشت شما سرنوشت محمد علی حید است، سرنوشت ظرفا رحمانی است، سرنوشت بزرگ مهریاروف است، سرنوشت زید سعیدوف است و صدها تنی. ولی واقعا هم باید بدونیم که سکوت خطرناکتر از حرف زدن است. این واقعیت است. سکوت خطرناکتر است، چون که در سکوت اون کینه و عقده رشد میکنند. بله. اون در قلبها بزرگ شدن میگیرند. بله. و بالاخره روز اون به یک طرزی شاید غیر قانونی بروز کنه که این خطرناکتر از
حرف زدن است و کاش بمونه اینا بفهمن این چیزا، این مسئولین. ولی کاش این حکومتدارانی که بودن خودشون با شمول رئیس جمهور دیده بودن جنگ شهروندی را و گفتن که یگانه راه به خاطر پایان یافتن جنگ شهروندی این صلح است، این مکالمه است، دیالوگ است. زور آوری، منع کردن، زندان انداختن، کشتن راه حل نیست. اینها را میگفتن، ولی امروز متاسفانه این چیزها را فراموش کردن. هم میخواهند که همه چیز رو با زور منع کردن، با دیگر راهها حل بکنند. خبر دیگر کی هست؟ این 13 کارمند پلیس به خاطر شکنجه، رشوه و حبس های بی اساس روانه زنده شدند در آسیای مرکزی، ولی متاسفانه در تاجیکستان، در ازبکستان همسایه. ببینید این خیلی پیشرفت است. 13 افسر در کشورهای ما، مثلا اونی که امیدجان توجیف مورد شکنجه قرار دادن، اون عمر علی بوبوجانوف، اونهایی که دیگر پلیس بهرام‌الدین شادی، بله چندین نفر رو رها کردن، ولی متاسفانه بازجویی هم نشدن، آزاد میگردن، برعکس با صلاحیتاشون بالا شد. حتی در مسئله امید توجیف گفته می شود که امید توجیف یک وقت اینها را بازداشت کرده بودن، خدا رحمت کنه. امید توجیف اون شکایت کرده بود که اینها ما رو شکنجه قرار دادن. اون پلیس به خاطر این کارش اون چی کرده بودن؟ جزا داده بودن، به دیگه جا کشونده بودن. وقتی که اون اومد وضعیت دید که همه به فایده ملیسه حل می شود، بیچاره را آوردن شکنجه دادن، اخیر به مرگ او رفته رسان. مثلا دیگر این است که متاسفانه پلیس در کشور ما خوب است که واقعا در میانی کارمندان پلیس انسان‌های شرافتمند هم وجود دارد، ولی ما در باره اکثریت صحبت میکنیم که پلیس در کشورهای ما، کشورهای آسیایی، اگر وضعیت کمتر خراب شد، اونها مسئله پول کار کردن دمیان. مثل که امروز حزب نهضت اسلامی بعد اینکه تروریستی اعلام شد، ممنوع شد، خیلی که میدونیم چندین نفرها پولی گرانی دادن، $30,000، $50,000، $100,000 دادن و خود رو خلاص کردن. یعنی دیگر برای پلیس متاسفانه این مثل همون آبی لای می شود که باید ماهی بگیرن، از این استفاده میکنن و متاسفانه یگان تای اونها یعنی جزای خود رو نمیگیرد، برعکس رتبهش با بالاتر رفت. متاسفانه به حکومت پلیسی به همین گونه حکومت‌های گفته می شود که به آنها تمام امکانات داده می شود تا از اون موقعیت و امکانات استفاده کنند و به نفع خودشون و بتونند در حکومت برای حکومت و برای اون مقاماتی که خاص یک گروه هستند برای اونها خدمت کنند. در واقعا هم بینندگان محترم خودشون میدونن که در تاجیکستان ما امروز پلیس از همه بیشتر پول کار میکردگی در مقامات پلیس است. با کمترین گناه میتوند هم از جوابگر پول میگیرن، هم از شوکی. میدونی برای چی؟ از شوکی پول میگیرن که کارو به نفعش حل کنن، از جنایتکار پول میگیرن که گناهش کمتر کنن. یعنی که امروز به یک ماده تبدیل شده است، به یک تقریبا یک چیزی معمولی در جامعه ما تبدیل شدگی است این کار در بین پلیس. تمام مردم اینو میدونن. اگر کاری کسی به پلیس باشد حتما رشوه دادن این دیگر بیگان چون و چرا است. چرا این گونه شده است؟ به خاطری که با پلیس همه امکانات دادن. همون پلیس هایی که امروز کم وجدان دارن، واقعا من میشناسم چند نفر پلیس هایی که واقعا وجدان دارن، دلشون میسوزد برای ملت، برای وطنشون، ولی اونها نمیخواهند با پوره و با رشوه و با چیزی از این راه پول در بیارن، با یک حقوقی کم زندگی میکنن. اونها نمیتونن رشد کرده در حکومت تاجیکستان، نمیتونن پیشرفت کنن و بسیارش مجبور میشن که باز برای با مردی کاری و دیگر کارا ترک میکنن، میرن مردی کاری و دنبال کارهای دیگر و بعضیش حتی تاکسی کار میکنن در شهر ممکن بعضی وقتا. ولی واقعا من این رو میگویم، شما ببینید اگر میخواهیم که یک حکومت سالم، جامعه شهروندی درست و مردم به شما اعتماد کنند، از چنین شکلی
پلیسی حکومت دست بردارن با حکومت ما. یک به فکر یک راه چاره‌ای باشن که نه تنها امروز در ازبکستان 13 نفر واقعا اگر واقعی باشد قضیه پیگیری شود در جامعه ما شاید کم نباشد. یعنی من مطمئنم که از 100 نفر بیشتر است. مطمئنم که جوابگری کشیده شده ها در چیزی ما از 100 میگی، من هزارها میگم. هزارها، من مطمئنم در این. ببین ولی چرا نیست؟ چرا؟ برای که ما امروز به خاطر حفظ قدرت با اونها همه اجازت رو میتیم و اونها با جای اینکه حامی حقوق مردم باشن حقوق مردم رو پایمال میکنن، ظلم میکنن و این به کجا تمام میشود؟ با بدبینی مردم نسبت به حقوق. باور کنید دوست عزیز، من از این که صحبت کردید یک حادثه به یادم آمد. در وقت انتخابات با یکی از مسئولین پلیس صحبت میکردیم. قسم به خدا اون میگوید که اگر من در منطقه خودم هر کسی را هر کاری بخواهم میتونم کرده، میتونم پستویت کنم، میتونم هر کاری بخواهم در حق میتونم. واقعا همین است. با بسیار با اعتماد صحبت میکنه که من میتونم همین کارو کنم، چون که به اون همه امکانات داده شده است، همه اجازت نامه داده شده است، هر کاری میخواهد میکند. امروز همین است قضیه. یکی از خبرهای دیگر که میگردیم به مشکلات مهاجرین تاجیک در روسیه و دیگر کشورها، نرخ پتنت در 74 ولایت روسیه بالا رفته است. یعنی پتنتی که بود از 1 ینور به 74. ولی یک چیز دیگه خوشبختانه این هم هست که در منطقه های مثل مسکو و سن پترزبورگ که تاجیک ها بیشتر هستند، در اونجا یا به تغییر مانده است یا کمتر تغییری کم کردگی است. ولی در دیگر کشورها در دیگر منطقه های روسیه 4 برابر 5 برابر تا 8000 روبل هم رسیده است. مثلا در مسکو که مثلا 4000 بود به 4200 رسیده است. در مثلا سن پترزبورگ هم 3000 ما بوده 3000. ولی شهروندان تاجیک میتونن که به سامانه رادیوی آزادی بروند، در اونجا نرخنامه این پتنت وجود میتونن ببینن و از اون استفاده بکنن. ببین آخر الان یک حالتی هست که بحران اقتصادی که امروز در روسیه وارد شده است، متاسفانه وضعیت اقتصادی این کشور رو خیلی ضعیف کرده است، خیلی تاثیری بد رسانده است در اقتصادی روسیه و به همین خاطر روسیه میخواهد با این یک از راههای مختلف اقتصادی خودش رو ترمیم کند. بله. و با تنظیم بیارد از یک طرف دیگر. با این راه مهاجرت کاری و جایهای کاری رو در کشورش. و همین خاطر باز هم باری گران این میافتد بالای مهاجری بیچاره تاجیک. که این هم شدیداً از اقتصاد روسیه وابستگی دارد و مهاجرین تاجیک ما امروز برای به همین خاطر ما چند روز پیش در خبرم دیده بودیم که 4 برابر پول وارد میکرده مهاجرین به تاجیکستان از روسیه کم شده است. و همه این به تاثیر نیست. البته اینها در اقتصاد روسیه نه، در اقتصاد هر یک مهاجری تاجیک تاثیر دارد که امیدواریم از این وضعیت زودتر مردم ما. و خبر در ورزش، 2 بازیگر استقلال در هیئت خوجند بازی میکنند، یعنی علیشیر تویچی و ایرج رجبوف، 2 بازیگر پیشین استقلال دوشنبه به هیئت دسته خوجند رفتند. بله. که انشالله امیدواریم دعا میکنیم که بازیگران تاجیک برایشان که سالی جدید هست یک سالی پرباری باشد و بتونن که و بهتر و خوبتر بازی بکنن. و برادر علیشیر تویچی و ایرج رجبوف که در هیئت تیم استقلال بودن و امروز گشتن خوجند و امیدواریم که باز ما تاجیک‌ها بتوانیم که اون مجدی که در وقتهای پیش بود، اون وضعیت خوبی که فوتبال تاجیک قرار داشت، اون را دوباره ببینیم. خاطره های پامیر زنده شوند، یا خاطره های پامیر زنده شوند، خوجند و دیگر ریگر و این خیر و دیگرها و شکل خوب نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه در خارج هم قوا آزمایی کنن، رقابت بکنن و امیدواریم. بینندگان گرامی، این بود برنامه بازچیگر. تا بازدید، خداحافظ.